سید عبدالله نوری با نگهبانش با هم‌مسلکان خود در ماشین سوار شده فرار کردند. شما ببینید که در روز اولی که وی قدمش رو به ناحیه مستچوح رساند، در همان روز در ناحیه مستچوح خانریزی شد. 2 کارمند مقامات از حیات محروم شدند. روزی که این حادثه رخ داد و سید عبدالله نوری فرار کرده رفت، از همان روز مردم فهمیدند که سید عبدالله نوری کی است، حزب اون چه خیل حزب است و عموما مردم از حزب اون از خودی سید عبدالله نوری دوری می جستند و تا حاضر مردم مستچوح اون خانریزی که در سید عبدالله نوری کرده بود فراموش نکردند. حاضر باشد با نسبت سید عبدالله نوری نفرت دارند.